سلام، شما صدای باریش سسی رو میشنوید. فکرشو بکنین، یه سند حقوقی خیلی مهم که اعتبارش نه با امضای یه پادشاه بلکه با مهر یه زن، اونم تو قرن 15 میلادی تو ایران تایید شده باشه. امروز میخوایم با هم بریم سراغ داستان شگفت‌انگیز این فرمان و زنی که پشتش بوده. یه داستان از قدرت، قانون و مدارا در دل تاریخ. همه چیز از یه سند قدیمی شروع میشه. یه فرمان رسمی که مال سال 1462 میلادیه. ولی قسمت هیجان انگیزش اینه که اعتبار این سند از طرف یه پادشاه نیست، از طرف یه زنه، مهر بیگم خاتون. خب همینجا اولین سوال بزرگ تو ذهن آدم شکل میگیره. این زن واقعا کی بوده و چطوری همچین قدرتی داشته که بتونه یه سند حقوقی به این مهمی رو صادر کنه؟ خب بیایم ببینیم این خانم کی بوده. اسمش جان بیگم بوده، ولی خب بیشتر با لقبش یعنی بیگم خاتون میشناختنش. ایشون همسر جهانشاه قراقیونلو بودن و یه جایگاه فوق العاده مهمی تو دربار قدرتمند شوهرش داشتن. خب واسه اینکه بفهمیم این فرمان واقعا چقدر مهمه، باید یه سفر زمانی کنیم و برگردیم به ایان قرن 15 ببینیم اصلا اوضاع اون موقع چطور بوده و این سند تو چه شرایطی صادر شده. خب ما دقیقاً وسطای قرن 15 میلادی هستیم. فرمان بیگم خاتون مال سال 1462، یعنی دقیقاً زمانی که جهانشاه و سلسله قدرتمند ترکمان قراقیونلو تو اوج قدرتشون بودن. و اینجا داستان تازه جالب میشه. تو دربار جهانشاه زنهای قدرتمند مخصوصاً جان بیگم فقط همسرای پادشاه نبودن، نه، اونا بازیکنای اصلی سیاست بودن. نفوذشون خیلی فراتر از دیوارای کاخ میرفت و تو تصمیم‌گیری‌های مهم نقش اساسی داشتن. خیلی خوب، حالا بریم سراغ خود سند. بیاین یه نگاه دقیق‌تر بندازیم ببینیم توش چی نوشته شده. خب سوال اصلی اینه، این فرمان دقیقاً چه چیزی رو برای جامعه ارمنی‌ها تضمین می‌کرد؟ چه قولی بهشون میداد؟ ببینین این فرمان چند تا قول خیلی مهم میداد. اول و از همه مهمتر رهبر مذهبی ارمنی‌ها یعنی کاتیاکوس رو به رسمیت میشناخت. این خودش یعنی کل جامعهشون رو به رسمیت میشناختن. دوم خیلی واضح میگفت که هیچکس حق نداره مالیات اضافه ازشون بگیره یا بهشون زور بگه، یعنی امنیت اقتصادی و جانی. سوم به حاکم‌های محلی دستور میداد که هوای اونها رو داشته باشن و ازشون حمایت کنن. و آخر سر هم تاکید میکرد که تمام حقوقی که حاکم‌های قبلی بهشون داده بودن سر جاشه، یعنی در واقع یه پکیج حمایتی کامل بود. خب این یه سوال خیلی مهم رو پیش میاره. اصلاً چرا دربار باید همچین فرمان حمایتی صادر میکرد؟ دلیلش چی بود؟ راستش رو بخواین این یه حرکت فوق‌العاده استراتژیک و هوشمندانه بود. یه جور بازی دو سربرد برای حکومت. از یه طرف با حمایت از اقلیت‌ها هم ثبات اقتصادی رو تضمین می‌کردن، هم جریان مالیات رو. از طرف دیگه این فرمان یه پیام سیاسی خیلی روشن به ارمنی‌ها میداد. ما هواتون رو داریم. خب این یعنی چی؟ یعنی وفاداری اونها رو جلب می‌کردن. پس نکته کلیدی دقیقاً همینه. اون مهر بیگم خاتون روی سند یه چیز تشریفاتی و علکی نبود. اون مهر یعنی خود بیگم خاتون شخصاً ضامن اجرای این قانون بود. یعنی قدرت اجرایی واقعی داشت و این یعنی داشتن همچین قدرتی برای یه زن توی اسناد رسمی اون دوره یه چیز فوق‌العاده نایاب و مهمه. و اینجا میرسیم به یه نکته خیلی جالب‌تر. فرمان بیگم خاتون یه اتفاق یهویی و جدا افتاده تو تاریخ نبوده. نه اصلا. در واقع این فرمان فقط یه حلقه از یه زنجیره خیلی طولانی‌تره. ببینین این فرمان در واقع بخشی از یه سنت و الگوی تاریخی بزرگتره. ما اسناد مشابهی از دوره‌های بعد مثلا از زمان صفویه یا قاجار داریم که دقیقاً همین رویه حمایتی رو نشون میدن. خیلی از این اسناد الان توی آرشیوهای مهمی مثل ماتانوداران تو ارمنستان نگهداری میشن. و بخش جالب ماجرا اینه که خود جامعه ارمنی حافظای اصلی این تاریخ حقوقی بودن. اونا این فرمان‌ها رو واقعاً مثل یک گنجینه نسل به نسل نگه می‌داشتن. بعد هر وقت یه حاکم جدید میومد، این سندها رو می‌بردن نشون میدادن تا بگن ببینین حقوق ما اینه. اینجوری تداوم حقوقشون رو تضمین می‌کردن و نمی‌ذاشتن اون زنجیره حمایت پاره بشه. و در نهایت داستان فرمان بیگم خاتون ما رو با یه سوال عمیق تنها میذاره. چطور یه قانون که بیشتر از 560 سال پیش توسط یه زن تضمین شده میتونه تمام ایده‌های امروزی ما رو درباره قدرت، تاریخ و حتی مدارا به چالش بکشه؟ شاید تاریخ واقعاً داستان‌های خیلی متفاوتی برای تعریف کردن داره. فقط باید بدونیم کجا دنبالشون بگردیم. من حسین علی محمدی هستم و خوشحال می‌شویم نظرات، دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خودتان را با ما در میان بگذارید. کمک کنید صدای باریش سسی را به گوش دوستانتان برسانید. باریش سسی، سیزین سسی نیست.